برجام، یک کار بزرگ پس از 12 سال میان 3 دولت با پیگیری، با پشتکار و به سرانجام رسوندن یک پیمان بین ایران و کشورهای توانمند با کشورهای استعماری برای مردم، به سود مردم، برای همبستگی، برای نگه داشتن یکپارچگی ایران یا وارونش، یک کار نابکارانه، نادرست و بدون ارزیابی‌های سرتاسری از این پیمان و بسترسازی برای تجزیه، نابودی و بیچارگی مردم ایران. کدوم یک از اینها در برجام پیش آمد؟ مکانیزم ماشه قابل عملیاتی شدن نیست. برجام یک سازوکاری داره و اون سازوکار برای اینه که مانع از نقض برجام بشه. خب برجام نقض شده و ایران اون سازوکار رو عملیاتی کرده. در 5 نامه‌ای که من به خانم موگرینی نوشتم قبل از خروج آمریکا و به ویژه بعد از خروج آمریکا رسما سازوکار ماده 36 عملیاتی شده. جلسه کمیته برجام، کمیته مشترک، کمیسیون مشترک برگزار شده در سطح معاونین وزرا. با فاصله کمی جلسه کمیسیون مشترک برگزار شده در سطح وزرا. تعهداتی به ایران داده شده. 11 تعهد در جلسه اول داده شده. در جلسه دوم این 11 تعهد مجددا مورد تاکید قرار گرفته، اما حتی یکی از این 11 تعهد اجرا نشده. اروپایی ها علاوه بر این که این 11 تعهد رو اجرا نکردن، تعهدات خودشون رو هم نقض کردن. نزدیک به 11 ماه گذشته تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل دوباره بازگشت. مگر قرار نبود که برجام پیمانی باشد، پیمانی میان ایران و 5 کشور توانمند صنعتی، نظامی، اقتصادی، استعمارگر، هرچی؟ مگر قرار نبود که این گونه باشه و ما پس از برجام نجات پیدا کنیم، اقتصادمون درست شه، تورممون درست شه، ارزش پول ملی یا میهنیمون درست شه؟ پس چه شد؟ چگونه است که امروز ما تورم نزدیک 80% داریم؟ چگونه است که ما تورم نقطه به نقطه بالای 80% داریم، دیگه داره به 100 میرسه و تورم سالانه بالای 60%، نزدیک 70%. امروز سفره‌های مردم بسیار کوچیک شده. امروز ما کسانی رو داریم که کار میکنند اما فقیرند، ندارند، نمیتونن یه خوراک خوب، یک سفر که پیشکش، یک خودروی در خور خودشون بخرند، اجاره خونهشون رو نمیتونن بدن. خیلی ها از بسیاری از جایها در شهرها که دوست داشتند اونجا زندگی کنند، خاطره داشتند، زندگی کردند، از اونجا خارج شدن، از اونجا بیرون رفتن به جایهای دوردست، خیلی دورتر از جایی که زندگی میکردند و برای اونجا بودند، خیلی دورتر از جایی که کار میکنند. آیا این بود تمام اون خواسته هایی که مردم داشتند و چشم داشتی که از 3 دولت از زمان آقای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی داشتند؟ آیا بازگشت خودکار همه قطعنامه ها و تحریم ها در برجام خوانده شده بود، پیش بینی شده بود، ارزیابی شده بود که اگر نقض تعهد حتی به گونه‌ای که یک کشوری یا 2 کشوری از این اعضای شورای امنیت بخوان بهانه‌گیری کنند،
یا بلایی که ترامپ بر سر ما آورد و از برجام خارج شد، آیا اینها پیش بینی شده بود؟ آیا ارزیابی ها درست بود در اون زمان؟ آقای ظریف، آقای اراقچی، آقای تخت روانچی، این اعضای برجام، آقای صالحی، آیا شما همه این پیش بینی ها رو می کردید؟ پس چگونه اسنپبک یا سازوکار ماشه، مکانیزم ماشه رو باهاش سازگار بودید، پذیرفتید و برجام رو امضا کردید و ما رو بدبخت کردید و چه بسا بستری رو فراهم کردید برای اینکه دوباره کشور دچار تحریم و سپس جنگ بشه. ما جنگی که امروز، نه جنگ نه صلحی که امروز درگیرش هستیم، بستر بزرگش همین برجامی است که به شلیک، به کشیدن ماشه و اجرای و انجام اسنپبک کشیده. 12 سال چانه زنی، 12 سال میان 3 دولت. آقای حسن روحانی خودش مذاکره کننده ارشد در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده و در زمان امضای برجام در سال 2015 رئیس جمهور و کار رو به آقای ظریف، آقای اراقچی و اعضای این گروه گفتگو و مذاکره داده و خودش بر سر اونهاست و داره همه چیز رو بررسی میکنه و دستور میده. آیا آقای روحانی میدونست که چون این بلای قرار بر سر ایران و ایرانی بیاد؟ پس چگونه این برجام رو امضا کردند؟ امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد. در زمینه اشاعه‌ای هم کالاهای 2 منظوره در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نسبت به لغو قطعنامه‌های سازمان ملل میگفتند قطعنامه‌ای که شما اجرا نکردید چگونه ما لغو کنیم؟ لااقل این قطعنامه‌ها را برای 6 ماه اجرا کنید. پس از جنگ جهانی دوم، از 1942-43 تا امروز ما بزرگترین تورم تاریخ رو داریم. به کدام سو میریم؟ با من همراه باشید و این برنامه رو دنبال کنید. دیدگاهتون رو برای من بنویسید و من رو هوشیار کنید اگر جای رو نادرست دارم میگم و نادرست دارم پیش میرم. با من همراه باشید و بررسی خواهیم کرد بسترهایی رو که به ایران و ایرانی پشت میکنه، خیانت میکنه و یا دست درازی. اینجا 13 کشور رسما به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند و گفتن اقدام آمریکا برای استفاده از سازوکار، البته نکته مهمی هم که باید توجه بکنیم بهش اینه که هم اسم ماشه و هم اسم اسنپبک که آمریکایی‌ها ازش استفاده میکنن، هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 یا در برجام نیامده. آمریکایی‌ها یک خب ولی همین آمریکایی‌ها یک کلک تبلیغاتی زدن در ابتدا، چون مردم آمریکا و خبرنگارا اینجوری که ظاهرش نشون میده خود آقای پومپئو هم قطعنامه 2231 رو نخوندن. شما میبینین که آقای پومپئو بیشتر به صحبت‌های آقای اوباما استناد میکنه
و به صحبت‌های آقای کری میگه کری گفته که ما هر وقت بخوایم قطعنامه ها رو میتونیم برگردونیم، اوباما اینو گفته، در صورتی که اینا هیچ کدوم تو قطعنامه نیست. اسنپبکی تو